Prezidenti Cumhuriyet Tojikiston, asosguzori sulh va vahdati milliy, peshvoyi millat, muhtaram Emomali Rahmon. هموطنان عزیز، حاضرین محترم، همه شما مردم زحمتکارین ولایت سوخت و ناحیه مسجد را به افتخار سال نو اجدادی نوروز بین المللی که حالا تجلیل آن در کشور صاحب استقلالمان ادامه دارد صمیمانه تبریک میگویم. به خاندان هر یک شما صلح و آرامی، فیض و برکت و برار و کامیابی ها آرزو می نمایم. تجلیل جشن بزرگ اجداد آریایی ما نوروز، یعنی سرشوی سال، بیدارشوی طبیعت و احیای تمام موجودات و نباتات آن، امسال در دوره آمادگی مردم شریف تاجیکستان به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می گردد. نوروز برای مردم تاجیک نه تنها جشن فرارسی بهار، بلکه آینه تاریخی کهن، تجسمگر هویت ملی و رمز پیوند نسل ها می باشد. زیرا ملت کهن بنیاد ما در طول تاریخ باستانی خود بارها با مشکلات سرنوشت ساز روبرو گردیده است، ولی هر دفعه با شرافت عقل و خرد و آیین و ارزش‌های زندگی ساز خود از جمله نوروز از این مشکلات رهایی یافته است. محض به شرافت همین ارزش‌های زندگی ساز ما این جشن باستانی ملی را در زمان صاحب استقلالی دوباره احیا کردیم و امروز آن را در فضای استقلال و آزادی، شوق و ثبات کامل و وحدت ملی تجلیل می نماییم. بنابراین استقلال و آزادی و نوروز برای ما مفهوم‌های بسیار مقدس، عزیز و از همدیگر جدای ناپذیر می باشد. نوروز امساله برای مردم تاجیکستان از جمله ساکنان ولایت سوخت و ناحیه مسجد در مرحله مهم سازندگی و آبادکاری به خاطر استقبال سزاوار 35 سالگی صاحب استقلالی وطن محبوبمان تجلیل می گردد. دیروز و امروز ما خوب مشاهده کردیم که مردم شهرمند شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از جمله ساکنان ناحیه مسجد با شکرگزاری از نعمت استقلال، شوق و ثبات کامل و وحدت ملی کارهای آبادانی و سازندگی را خیلی وسعت بخشیدند. در نتیجه دستگیری‌های حکومت مملکت، تطبیق پیگیریانه اصلاحات اقتصادی و زحمت سالانه مردم در دوام سالهای صاحب استقلالی، ناحیه مسجد خیلی آباد و زیبا و شرایط زندگی اهالی به مراتب بهتر گردیده است. امروز در ناحیه
13 مؤسسه نو زمانوی تعلیمی، بیمارخانه مرکزی، کارخانه‌های استحصالی و انشاءات دیگر به استفاده داده شدند که در آنها برای اهالی صدها جای کاری مهیا کرده شده است. در ساحه صنعت نایه نیز پیشروی‌های نظررس به مشاهده می‌رسد. تنها در 5 سال آخر در نایه 38 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی با تأسیس صدها جای نوی کاری به فعالیت آغاز کرده حجم استحصال محصولات صنعتی 2 برابر افزایش یافته است. این دستاوردها تحفه ارزنده صاحبکاران و ساکنان نایه به جشن 35 سالگی استقلال دولتی می باشد. طبق تحلیل‌ها ساحه کشاورزی نایه نیز با مرام رشد یافته ایستاده است. اصلاحات ساحه کشاورزی امکانیت فراهم آورد که شماره زیادی اهالی دهات با جای کار تأمین و سطح زندگی مردم بهتر گردد. امروز در نتیجه استفاده ثمرناک آب و زمین استحصال محصولات کشاورزی پیوسته افزایش می‌یابد. این روند به تأمین بازار استعمالی با محصولات وطنی و عملی گردیدن یکی از هدف‌های استراتژی دولت حفظ امنیت غذاخواری مساعدت می‌نماید. واقعاً باید گفت که مردم زحمت دوست نایه در ظرف 70 سال گذشته زمین‌های بی آب و گیاه یعنی چولیستان دلورزین را امروز به گلستان تبدیل دادند. ضرور است که در شرایط بسیار حساس جهان معاصر تمام ذخیره و امکانیت‌ها از جمله آب و هر یک وجب زمین برای زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی، تأسیس جایهای کاری نو و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم سفربر کرده شد. طبق تحلیل کارشناسان بر اثر حادثه‌هایی که وقتهای آخر در دنیا جریان دارند، همچنین در نتیجه تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگواری آن، سال جاری نرخ مواد غذایی به طور بی‌سابقه بالا می‌رود. خاطر نشان می‌نمایم که نوروز جشن پیوند انسان با زمین، ایام آغاز کارهای کشاورزی و تلاش برای برکت و فراوانی میباشد. بنابراین ما باید هر روز مساعد بهار را ثمرناک استفاده برده برای تأمین نمودن بازار استعمالی با مواد غذایی و حفظ امنیت غذاخواری کشور سعی و کوشش نماییم. تأکید می‌نمایم که استفاده عاقلانه آب و هر یک وجب زمین شرط مهمی تأمین نمودن پیشرفت اقتصاد ملی، امنیت غذاخواری مملکت و زندگی شایسته مردم کشور میباشد. به شرافت نوروز طبیعت به ما نیروی تازه میبخشد و با گرمی و صفای خود برای وسعت کارهای سازندگی و آبادکاری بهترین شرایط را فراهم می‌سازد. ساکنان محترم و وطن دوست ناحیه مسجد، قابل ذکر است که در دایره نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نایه بنیاد و از نوسازی 735 انشاءات پیش بینی گردیده تا امروز همه آنها به استفاده داده شدند.
این نشان دهنده گواهی روشنی حسی بلندی وطن دوستی و مسئولیت شناسی و نتیجه زحمتی سازنده مردم ناحیه می باشد. با استفاده از فرصت به کل ساکنان سربلند ناحیه مزشا برای سهم ارزندهشان در آبادانی و پیشرفت این گوشه وطن عزیزمان اظهار سپاس می‌نمایم. همزمان با این خاطر نشان می‌سازم که با استفاده از امکانیت‌های موجوده سرعت کارهای سازندگی را باز هم تقویت بخشیده جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای باز هم بیشتر استقبال نمایند. ما باید به تازه و آزاده گردانیدن هر یک خانه، محل زیست و خیابان گلگشت دیارمان اعتبار دائمی دهیم. وطنمان را آباد و دولتمان را پیشرفته سازیم و به نسل‌های آینده یک ملک آباد را به میراث گذاریم. مردم این ناحیه از جمله صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه باید در خاطر داشته باشند که برای حل مشکلات و مسائل موجوده و بهتر کردن شرایط زندگی هر یک عائله بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی، مکتب‌ها، بنگاه و مرکزهای طبی، راه و پل‌ها و کارگاه و کارخانه‌های استحصالی را با مرام ادامه دادن ضرور است. باور دارم که صاحبکاران و مردم باننگ و ناموس ناحیه مزشا تا آخر سال باز ده‌ها انشاءات دیگر را بنیاد کرده به استفاده می‌سپارند و برای همکاران خود صدها جای کاری نو مهیا ساخته در آباد و زیبا گردیدن ناحیه و دهات خود سهمی ارزشمند می‌گذارند. چنانکه امروز دیده می شود ساخته به استفاده دادن قصر فرهنگ، تجدید باغ‌های فرهنگ و فراغت، قامت افراختن مجسمه شاه اسماعیل سامانی و انشاءات‌های دیگر باعث بالاروی معنویات جامعه و آباد و زیبا گردیدن ناحیه گردیدند. ما باید با استفاده از شرایط و امکانیت‌های مهیا گردیده نورسان و جوانان را در رویه وطن دوستی و وطن پرستی، خودشناسی و خودآگاهی و افتخار ملی تربیت نماییم. فرزندان ما یعنی صاحبان آینده ملت و دولت باید حس بلندی ملی داشته باشند. زبان، تاریخ و فرهنگ، رسم و آیین‌ها، دیگر ارزش‌های ملی تاجیکان و رمزهای مقدس دولتی از جمله سنت و عنعنه‌های نوروز را خوب دانند، گرامی دارند، آنها را حفظ کنند و گسترش بخشند. تأکید می‌سازم که در شرایط بسیار حساس و پرحوادث جهانی معاصر مسئله حفظ امنیت دولت و جامعه، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی اهمیت اولین درجه دارد. من به حس بلند ملی و وطن دوستی مردمی باننگ و ناموس ولایت سوت و ناحیه مزشا اعتماد کامل دارم.
اطمینان دارم که شما تا جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی و دستاوردهای باز هم بیشتری سازندگی و آبادکاری نائل می‌گردید. بگذار جشن نوروز باستانی این یادگاری بی‌نظیر گذشتگانمان در قلب هر یک ساکن ناحیه شعله امید، وحدت و افتخار ملی را باز هم فروزان مستحکم گرداند. بار دیگر کل مردم شریف تاجیکستان، ساکنان ولایت سوخت، ناحیه مزشاه و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار نوروز بین المللی صمیمانه تبریک گفته و خاندان هر یک شما صلح و آرامی، فیض و برکت و روزگاری آباد و آسوده آرزو می‌نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید همگیاران عزیز.